بسم الله الرحمن الرحیم. البته مواد غذایی بسیار زیاد و متنوع است. ما به لحاظ اهمیت موضوع همین چند مورد و این مورد آخری که الان میخوام خدمت شما معرفی کنیم مسئله عسل هست. عسل یه ویژگی خاصی داره که مواد غذایی دیگه ندارن، اینه که در حالت عادی اصلا خراب نمیشه، یعنی نیاز به نگهداری در یخچال نداره و سالها میتونه برای شما مورد استفاده بشه بدون که هیچ تغییری در کیفیتش داده بشه. عسل یک به اصطلاح ماده غذایی بسیار جامع و کاملی است که برای سلامتی خیلی مهمه. ویژگی خاصی که این عسل داره اینه که غیر از این درمان عمومیش، برای کسایی که بیماری قند دارن، دیابت دارن، میدونید که میل به مواد قندی دارن که مواد قندی هم براشون مضره و تنها ماده شیرین و قندی که میتونن مصرف کنن عسل هست که میتونن هر چقدر میل دارن عسل مصرف کنن با اطمینان اینکه به هیچ عنوان قندشون افزایش نخواهد یافت و این ویژگی فقط و فقط در عسل هست. البته عسلی که صحبتش میکنیم عسل واقعی است، نه هر عسلی، چون عسلی که بازار به نام عسل به ما میدن ممکنه عسلی باشه که 100% شیر نبات هست یا واقعا عسلی که 100% عسل هست و تهیه اون هم راهی نداره برای شناخت عسل واقعی از غیر واقعی. این که یک، شما طرف رو بشناسید یا خودتون تهیه کننده عسل باشید یا طرف رو بشناسید و نهایتا این که عسل بره آزمایشگاه و در آزمایشگاه مشخص کنه میزان گلوکوز موجود در عسل رو که از اون میفهمید که این عسل چقدر واقعا عسل هست. و سلام.